درود بینندگان عزیز، تولد تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیام میگیریم. امروز 17 دکبر است و توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. تصمیم نهایی شده است از تاجران سلطان کبیر خواستند بازار را خالی کرده به کوشانیان روند. سوداگران ناچار ماندند. دادگاه عالی تاجیکستان به محکمه گمانبران در قتل علیرضا خدایارف یک جوان ساکن نویه رشت پرداخت. این کار قانونی در دوره قانون یگان بیگناه محکم نکنن. و در روز جهانی مهاجرت از آن میگوییم که چگونه مهاجران در ولایت ختلان با پول خود دهه بنیاد میکنند. خونه و در نداشتیم، رفتیم خیلی کارگران از چه گرفته خونه و در کردیم. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید که روز 16 دکبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان تیرپرانی رخ داده است. با اطلاع این نهاد حادثه در منطقه کوچوبوی نویه بودکند به عمل آمده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر میدهد که شهروندان کشور با کارهای ساختمانی مشغول بودند و مرزبانان تاجیکستان طلب قطع ساختمان را کردند. نظریه رسمی خدمات مرزبانی تاجیکستان به این ادعا تا هنوز اعلان نشده است. همکار میرزانبی خالقزاد حادثه را پیگیری داشت و همین حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خوب بگویید که جانب قرقیزستان میگوید میان مرزبانان تاجیکستان با شهروندان قرقیزستان بحث لفظی برخاسته است. سببش چی بوده است؟ بله، یک نماینده جماعت چارکوه اسفره که همراه سرحدبانان هر دو طرف در محل مناقشه بوده است گفت که آنها برای معلوم کردن سببی در قطعه بحثی ساختن منزل از طرف ساکنان قرقیزستان رفته بودند، ولی دچار حمله ساکنان محلی شدند و میگه در قطعه های بحثی تا انجام کار کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به علامت گذاری خط سرحد نه طرف تاجیکستان و نه جانب قرقیزستان حق شروع هیچ گونه ساختمان را ندارند. در این سفر مسئول سرحدبانی قرقیزستان جناب بابایف نیز حضور داشته است، ولی ساکنان محلی نه به حرفای او گوش دادند و نه به سخنهای نماینده طرف تاجیکستان. میگوید این همصحبت ما بحث قریب به زد و خورد میپیچد و در همین هنگام از جانب مرزبانی تاجیک آتش آگاه کننده گشوده می شود، با همین جانب ها پراکنده می شوند. ولی از برخی از منابع ما میگویند که افتا-ماشین تمغه آپل را که به سردار مرزبانی اسفره تعلق داشته است ساکنان قرقیزستان گرفتند و طور امروز به ما گفتند تا حالا بر نگرداندند. در نوار ویدیویی هم که دیده می شود شبکه‌های اینترنتی پخش شدند. مردمی به خشم آمده با وجود تلاش‌های مرزبانان قرقیزستان برای جلوگیری از حمله به سرحدبانان تاجیک پس نمیگردند. طور خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید حادثه تیرکشایی مرزبانان تاجیک چاره‌جویی می شود. از شعبه نوبتداری ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت سوخت هم در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که حالا یک هیئت بلند مقام این نهاد با شمول سردار ریاست در شهر اسفره قرار دارند و وضعیت به عمل آمده را بررسی دارند. خب ببینید چنین مناقشه ها بار اول نیست در قطعه های بحثی دو کشور به عمل میاد. پس چرا با وجود وعده های مقامات دو کشور اوید به پیشروی ها در مسئله علامت گذاری باز هم چنین جنجال ها رخ میدهند؟ ببینید هرچند مقام دو کشور به طور واضح اوید به جریان بررسی علامت گذاری ها صحبت نمی کنند و تنها با پخش بیانیه‌های کوتاه و مختصر اکتفا میکنند، ولی کارشناسان میگن که کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان چندان توجه جدی به این مسئله نمیکنند. فقط در یک نزاع 28 اپریل سال روان 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 نفر مجروح گردیدند. یک دلیل دیگری در ماندن جانب‌ها در حل مسائل بحثی این است که هر دو جانب خریدهای سلاح‌های گوناگون شوروی را همچون اساس در دعواهای مرزی کشورهایشان استفاده می‌کنند. قطعه‌های زمین و منبع‌های آبی در زمان اتحاد شوروی برای چوپانان و ساکنان هر دو کشور دسترس هست، اما حالا مالکیت یکی از طرف‌ها گشتند و هر کدام به حق بودن خود پایفشاری دارند. تشکر برای معلومات فراگیر. جایز به تاکید است تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتری آن علامت گذاری شده است. برمیگردیم به دوشنبه. برای تاجران بازار سلطان کبیر در پایتخت که ماه مارس سال آینده بسته می شود پیشنهاد گردیده است که برای ادامه فعالیتشان به بازار کوشانیان بروند. بازار نو در قسمت غربی شهر دوشنبه جایگیر است. در رابطه با کوشانیدن سلطان کبیر صبح امروز با حضور مقامات شهرداری دوشنبه رهبریت بازارهای سلطان کبیر و کوشانیان و تاجران جلسه برگزار شده است. یکی از مسئولین بازار کوشانیان به تاجران گفت
آمادند آنها را با فراهم آوردن شرایط‌های بهتر قبول کنند. علیشیر ظریفی و برادی یوسفی گزارش می‌دهند. رهبریت بازار کوشانیان از تاجران بازار سلطان کبیر و مرکزهای تجارت آسیا و مدد در شهر دوشنبه دعوت کردند که به بازار آنها کوچ بندند. این مطلب صبح روز جمعه 17 دکبر ضمن ملاقات با تاجران و رهبران این بازار و مرکزهای تجارت صدا داد. مقصد امروز با مرکزهای سودای موثر رو بیاریم. برای همین با همین سبب امروز قرار مشکل شهر به تب رسیده است. تاجران میگویند رهبران بازار کوشانیان به آنها وعده دادند که اگر تا ماه انور به بازارشان کوچ بندند آنها را از پرداخت پول اجاره و پرداخت هر روزه 5 ماه آزاد میکنند. با این وجود به قول تاجران با رفتن به جای دیگر تجارتشون یک مدت کاهش می‌یابد. جای نفته سودا سر می‌شود که تو با اون کلین جمع کردن باید 300 رقم تا 4-5 ماه و 300 سودا. با تاجران همچنین وعده دادند که در بازار کوشانیان مساحت دکان‌هایشان را بیشتر از حاضر می‌دهند و در انتقال بارهایشان با آن بازار کمک می‌کنند. ولی برخی دیگر از کارمندان بازارهای تخریب شونده میگویند راه بازار کوشانیان خیلی دور است و امکان هر روز به آنجا رفت و آمد ندارند. از این رو آنها مجبور میشوند در جستجوی کار دیگر در نزدیک منزل زیستشان شوند. اجاره امدایجا زورم نمیرسد. راه کی رو قیمت های راه دوره یک گودک دارم در خونه کسی نیست نگاش کنه. نمایندگان بازار کوشانیان حاضر نشدند که جزئیات بیشتری موضوع از جمله پرداخت نرخ اجاره و دیگر شرط و شرایط تاجران در بازارشان را شرح دهند. طبق اطلاع مسئولین این بازار تا حال بیشتر از 600 نفر تاجران از سلطان کبیر برای دریافت جای نو در کوشانیان مراجعت کردند. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور، برکت و جلجم ویران کرده شده در جای آنها باغ یا بیناها ساخته شده اند. تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده‌ها همراه بوده است. سوداگران شکایت دارند که در پی چنین تغییرات به جای کار مانده در پرداخت قرض‌های بانکی با مشکل دچار می‌شوند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. با گذشت قریب 5 ماه از مرگ علیرضا خدایارов یک جوان از منطقه رشت قضیه او دادگاهی شد. تفتیش و بررسی قتل پس از مراجعت نزدیکان مرحوم صورت گرفته آنها از دادگاه عدالت و مجازات عاملان مرگش را طلب دارند. جانب جبری ادعا میکند که کشتار تحریزی شده است ولی طرف دیگر میگوید گمان بر بیماری روحی دارد. شعلای عبدالله در مرافعه شرکت نمود. دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه گمانبران به قتل علیرضا خدایارov یک جوان 21 ساله از منطقه رشت آغاز کرد. قتلی که سر و صدای زیادی برپا کرد. علیرضا اول ماه ایول هنگام زنازنی و کارتکشی کشته شد. نزدیکانش حادثه را طرحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر می‌دانند. فعلا در کرسی عبداری 2 گمانبر با جرم کشتار انسان نشستند. ما خواهش داریم که این کار قانونی در دوره قانون یگان بیگناه محکم نکنن. در دوره قانون کدام جنایت کرده مصلحت پیشکی کرده چطور جواب شده دوره قانون بگه. بعد قتل علیرضا اول ظفر نصرالدین ساکن ناحیه رشت بازداشت و نسبتش پرونده جنایی باز کردند. پیوندان ظفر میگویند او بیماری روحی دارد و آن روز از خود حمایت کرد. دادرچه من خودش کار توقع کردگیه. اینجا 5 نفر بدگی نیسته. حالی میگن کارچه را عظیم و عبدالله دادگیه ای گپ دروغ شد. عظیم و عبدالله در خونش بود. قطعی همسرش. خانواده خدایارov ها ادعا دارند که با این افراد و نزدیکانشان برای یک پارچه زمین بحث داشتند و احتمال مناقشه حاصل همون جنجال است. انا که همین مصلحت کردن در اونجا پیشکی که همینا یک سکشتن در کار ما شاهد داریم. همین شاهد نه اومد اولوی کرد با ضبط جماعت شاهده نه وقت نویسیم با پیشنهاد کردیم کو ببینیم چیکار میشه با ادعایی که پیوندان عبدالله رد میکنند. همون خصومتی که این همین سببگارش همین بچه امکی بود که ویاره کار غیر قانونیش من در دولت افشا کرد. همین خصومت قطعی میخواه که اولادی ما را در همین کار همه شکله. خلاصا برای همون جنایدالله خدایارov وقتی من از فدراسیون روسیه اومدم مقامات میلیسیا با همون ده همون رفت مردم ده را فریاد کرد اویدی همین جنایدالله خدایارov پرسان شد که همین چی انسان است که خیلی من در همونجا در حقیقتا نسبت همون رفتارهای کردارهای همون
انسان آشکار کردم با مقامات ملی گفتم که در حقیقت همین انسان همین خیلی است همه جنایتاش شب با فکت دکزد آشکار کردم همون سبب خصومت پیدا کردم بعضی دیما. علیرضا خدایارف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایول دفن کردند. او برادرزاده فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی است. فرهاد خدایارف و جنیدالله خدایارف بارها از کاری مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایارف برادر آنها چند ماه پیش دچار حمله شده بود. مقامات انتظامی اول او را جبر دیدن نامیده به ضد حملگران با اتهام افباشی پرونده باز کردند، ولی چند بعد به ضد خودش هم پرونده باز شد. محکمه دادگاهی قتل علیرضا خدایارف هفته آینده ادامه می‌یابد و بینندگان عزیز همکاران ما پیگیری خواهند کرد. همه سال 18 دکبر در جهان روزی بین المللی مهاجر تسجیل می شود. در عموم بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند و پول آنها یک ستون اصلی اقتصادی تاجیکستان است. هزاران نفری آنها غیر قانونی کار می کنند و پیوسته استثمار می شوند. صدها تن دیگر سالانه در غربت به هلاکت می رسند. اما حالا همکارم محمود جان رحمتزاده درباره دو مهاجر نقل می کند که از پول زحمت خود در وطن خانه نو و اویله بنیاد کردند. این دهه نو با پول مهاجران بنیاد شده است. حالا از هر خاندان این دهه 1 یا 2 نفر مهاجری کاری هستند. سمندر دوستمراد جوانی 24 ساله از این دهه برابر ختم کالج صنعت رو به مهاجرت آورد. با پول کار کردش در روسیه در این دهه نو بنیاد برای خود خانه ساخت. پول مهاجرت خیلی کار بردیم، مقصد اوچسکا گرفتیم، خانه کردیم، خونه ریمون کردیم. می شود مقصد برای با پول تاجیکستان یگان بهبودی که نمیشه، زندگی تا پیش میبری فقط تمام. میگوید سال اول برایش در روسیه سخت گذشت. او 1 سال پیش به خانه برگشت و راهش به روسیه به دلیل کدام قانون شکنی بسته شد. 1 سال است که در تاجیکستان کار نیافت، ولی حالا با سبب عفو راهش باز شده است. قصد دارد ماه ینوری سال آینده رفته پول کار کرده زنگ گیرد. کار هست مبلغش کمتر است. مقصد برای زندگی بردن می شود. یگان کار برای مثال خانه زنگگیری نمی شود. همدهه سمندر نیکروز رحمتالله 31 ساله در دانشگاه اقتصاد خوانده است. ارتش هم رفته است، ولی تا سال 2014 در هیچ جای او را به کار نگرفتند. ناعلاج برای کار به روسیه رفته است. با پول یافته‌اش خانه بنیاد کرده زنگ گرفته است. در اینجا تحصیل کردیم، ختم کردیم، معاش کم میاد میکرد، خانه و در نداشتیم، رفتیم خیلی کارگیر نشه گرفته خانه و در کردیم. خیلی زندگی پیش رفته است، خیلی خوبه. 1 سال به این طرف راهش به روسیه بسته بود. حالا آگاه شده است که راهش به روسیه باز شده است. در اینجا برای خریدن بلیط هواپیما مشورت دارد. میخواهد تا سال نو 2022 خود را به روسیه برساند. ما اینجا همین زندگی تا میبریم، اوجا خیلی بنا بهبودی میکنه، کورا پرابلم تا حل میکنیم. شکر خدا مرکه دیم، با راه کیم با میریم میکنیم. خیلی نوروز به فرق از سمندر بیکار نبود. کارهای میکرد، ولی پول میافت که فقط برای روزگذرانی کافی بوده است. با گفته نوروز به شرافت مهاجرت کاری صاحب خانه شد و زن گرفت. دهه‌ای که حالا سمندر و نوروز آباد کرده اند یگانه در تاجیکستان به حساب نمی رود. در دیگر ناحیه‌های تاجیکستان بیشتری ساکنان خانه‌های خود را مثل این دهه با پول مهاجرت آباد کرده اند. تمایلی که سال به سال در تاجیکستان رواج می‌یابد. با گفته مقامات حدود 1 میلیون نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و اقامت می‌کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه. بینندگان عزیز برنامه را به پایان میبرم. خبرگزاری‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند و گزارش‌های ویدیویی را میتوانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. برایتان عزیزان در 2 روز آینده به صورت با فراغت میخواهم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.